مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خانه‌دار میشوم و میخواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گای مرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که بساطها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج. حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه. هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست. بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین باید که باید تازه نگه بدارین، پاکیزه نگه بدارین. این هم چی است؟ سنت است. چی موی سر ماندن چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناهی در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد. شاید 1 گرم میآید، شاید نیم گرم میآید و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگه ما یک دمچکه میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع. پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع. حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض. پیغمبر گفتند بعض سرش را می تراشد و بعض سر او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چه یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند.
امروز مسلمان ها همونها را دیدد تقلید بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یا اینکه امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند دو طرف میتراشند. همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا میشود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم، این به نهایت گناهگار میشود. شخص همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادر مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین، دخترتانه که سرتراش ها را میارین، ابروهاشون باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسکه ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها در شما اهمیت دیه. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند، 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بے پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهن، همش گناهگار میشویم. السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همیدون به هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد. آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعت مثال غلیظ پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است که از اونها استفاده کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. من از نام خودم عمر و شیرعلی، استقامت کننده کشلاک مهنت آباد خواجگی سفرف ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیلی مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عفو گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشمها به دیدار شما موفق نشده ایستاده‌ام. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتدار بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان این پدری که از دو چشم عاجز هستند، خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب روزیش بگردان
و جمیع مشکلاتهاش خدایا آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدایا صحت و سلامت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یگان نمایندش باشد بیاد انشاءالله از اینجا میگیریم، چند فیته در کار باشد میدهیم، هدیه برده در حق ما دعا کنند. السلام علیکم داملای عزیز، با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امامی باشد که از اون در افضل و بهتر باشد، این صورت در از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون دیده بهتر و افضل تر باشد مرحمت اون پیش دارند، لیکن اگر نباشد وای نماز خواند باقی ندارد در نماز شما. طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ ضلالی ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خانه‌دار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر می گوید در ماه ایول من خانه‌دار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن بی نهایت برنامه های زیاده وجود دارد. از آن جمله من برای این برادر یک حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند انشاءالله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاه بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است، باید همه شما وظیفه‌دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند، اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همان افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد، با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید. دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد، گفت خانم، گفت
فرزند ما گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت. چی شرمندگی! این خانم چی گفتن دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکری تو شکست خورد، تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید، گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینم میگوید که غمگین نشود. از بین میگه 2 روز گذشت، شاید 3 روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسنده او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسنده او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانید، تو گفتی نه وی گریختگی نیست، وی فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمت دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخته است؟ میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت و بعدا گفت مادام اینقدر تولا و زاره داری من برای تو خبر میدهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگارا 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم. لقمه که ندانم که حلال است یا حرام، از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم. زیرا میدانم که طلب الحلال فریضه علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب می‌یابد وی ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می درآید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد وی لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد وی چیکار میکند؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و این شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بی نهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن در من باور نکردم، زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم،
این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه وقتی که زن پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زن آدم عادی چگونه پرهیز کردن نمیتواند؟ وقتی زن پادشاه که تمامی نوش و نعمت دنیا در نزد اونها مهیا هست، بازم این وقتی که وای پرهیزکار شد، وای لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند. این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه میتوانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زنی خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود. من یک منظره را هیچگاه فراموش نمیکنم. در یک کست ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زن را دیدم حامله‌دار بود، در همون کسیت حامله‌دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت و ناخوب وقتی دست میزند، فرزند او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کند، چی بچه تولد کنه، مثل خودش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وای دیگر یگان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن، پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم. و الا اگر بیراه باشند، غیبتگر باشند، کوچگرد باشند، از اون دیگه تو فرزند خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یا قوت میدهد، زمین و یا میرویاند، انا زنم به منزله زمین است. السلام علیکم حضرت داملا، درباره همین مرده‌شویی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصان مرده شده سخن میگویند، سیری آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مرده‌شویی هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وای این گونه هست، بدن وای این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادر مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادرش پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادرش ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش نمیکند. هست در اصل مرده‌شویی های هستند که در بین مردم تمامی کمبودی هایی که اون برادر دارد وای را خبر میدهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر میگوید استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از آنی که مرگ بالای شما میآید شما دائم آماده مرگ باشین. یعنی دائم کاری کنید که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد، تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چیکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند.
مکن غیبت اگر عقلت تمام است. سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پرداز آخر. همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چه از مردشوش باشد، چه از معامله های زندگی ما باشد، چه در همسایه‌داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگه خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی وی هم بنده است، وی بی کمبودی و بی گناه نمیشود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اصم خدا رحمت و مغفرت کند، چه یک اولیای بزرگ بودند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند، هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند، حضرت با آنها توصیه های نیک میداد. روز میگه یک پیرزن آمدند، یک کمپیر آمدند نزد حاتم اصم، برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اصم در آمدند، اصم گفته عرب ها کر میگویند، این لقب حاتم اصم امین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که امین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدند، وقتی خواستن که میشینن که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. حاتم میگوید اینا شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد. دیگر قدرت نمیکرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کند. بی نهایت یک مقدار نشستن، حاتم هم خب بود، کمپیرم خب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین، برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، به سوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن، این گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتند، باز حاتم گشته گفتند، مادر گفتند بخشش زیاد، من بی نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عمل مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگه همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم و یک کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگه اصل اوله خود باز همون با مردم معامله کردند و همان گوشش نوای خود باز در بین مردم آشکار کردند. این از حق برادری. شر نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست، یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنند چه کمبودی ها در اولادهای شما هست. شر نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب هستن، شرمنده میشین. این زبان خدا برای این نداده است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. بی نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوال من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چه حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادتی هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادتی هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگوشمان، نه به ریشمان، نه به جاممان باید که بازی نکنیم. دست های ما و شما زیر ناف بسته،
چشمهای ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد، انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریشهای خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اصم، باز میخواهم یک قصهش یادم آمد. همین حاتم اصم وقتی میپرسند که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز می آمدم، یک مدت می نشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی اعضای من آرام می گرفت راست می شدم و تصور می کردم که قبله در پیش من است و خود را تصور می کردم که در بالای پول صراط ایستادگی هستم و چنان تصور می کردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور می کردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من ایستادگی است و گمان می کردم که همین نمازی که الحال من می خوانم آخران نماز من هست. شاید که من به نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من می گذشت. و دیگر چیزی که مرا می ترسانید این بود که آیا این نماز من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اصم می گفتن این گونه من نماز می خواندم. البته ما و شما باید پیرو حاتم اصم باشیم، باید پیرو دوستان خدا باشیم، باید پیرو ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویی که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی می آمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید. میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذات میستم که اگر در یک میجه زدن دنیا را چپه میکند، نزد او ایستادگی هستم، نزد ذاتی هستم که وای ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها ویشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. من نزد آن ذاتی هستم که همین نماز خداوند کوهها را پیشنهاد کرد، آسمانها را پیشنهاد کرد، بحرها را پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه. کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدند، گفتند ما نماز قبول نمیکنیم. و حملها الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقت نماز نداشتند، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کند صوفی الله را، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد. در زبان تو نماز خوانده ایستاده ای، لیکن دل این نماز تو را تصدیق ندارد، دل تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد، این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دل من در سیر است. این چگونه عبادت است؟ میگوید دست در سبحه زبان در یاد، این چنین بندگی. دست در سبحه زبان در یاد، دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما
فقط محبت و میلش به سوی دنیاست میگه. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت غضبناک شدن، گفتند این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان بے پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت در مردن تواری بنده بهتر است. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است. آیا این